روز 30 اپریل راه به سوی دهه خواجه اعلی و جماعت واروح عملاً باز است، اما ساکنان میگویند حرکت در آن خطر دارد. همسفر ما فرقت حامدوف راننده مسافرکش است. پیشتر از این راه آدمان را میکشاند، حالا به جای مسافر در ماشینش خوراکواری بار کرده است. روز از طرفی همسنیفانم که در شب رسیت در مواجهت مهنتی هستن کمتری اردان پولی بسیار کنم برای 250 نفر پرودوکتو واسه خوجی آلیم. بله. یعنی مواد آذوقه‌واری. این رو اصلا به ساکنان میدید یا به افسران و یا افسران و همین کارگرای ویمی که برای محافظت وطن همیشه شب و روز استفاده برای همین. حالا شما نمیتونید دهه خواجه اعلی منطقه داغ و مرکز درگیری های 2 روز اخیر. روز 28 اپریل در نزدیکی درخاد یا مرکز تقسیم آب که به گفته ساکنان در حدود این دهه قرار دارد مناقشه سر زد و به تیراندازی ها کشانید. خدمات مرزبانی قرقیزستان ساکنان این دهه را به انگیختن نزاع گناهکار میکنند، ولی یک شاهدی واقعه ها نظر دیگر دارد. گرژینه با سنگزنک بود. تا که سنگزنک شد گشتید یه روقی دستیکتی شکولکتی انداختا. بینه با توجیکوز قرقیزو گشتید و این دیز زده سر کرد. بعد با اینه ما اتوید. حالا اینجا صدای تیر و گلوله شنیده نمی شود و وضع معتدل است، ولی قسمی از ساکنان و نظامیان تاجیک در چند جای دهه با لوازمات جنگی کمین گرفتند. ساکنانش میگویند برای احتیاط کودکان و عائله هاشان را به مرکز شهر بردند. هرچند تا زمان تهیه این گزارش شمار زخمی و کشته شدگان معلوم نیست، ولی ساکنان جماعت چارکوه در جنازه خویشاوندان خود که در حادثه دیروز جان باختند اشتراک کردند. مردم همزمان امیدوارند که در منطقه صلح و آرامی برقرار می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.